سلام بچه‌ها، خوش اومدید به ویدیو دیگه کانال پیکسل دی. امروز اومدیم با کاظم جون با یه ویدیوی خیلی متنوع. کاظم چه خبر، چطوری؟ خوبم. سلام پیکسلی اومدیم با چی؟ تهران تو لب. ای الوان کاظم تهران تو لب. کیا اومدن تهران تو لب؟ وای اصلا بریم بمیریم. اما این ویدیو مجازات داره، ولی مجازاتشو برنده تعیین میکنه. برنده هم تو ویدیوهای بعدی اول ویدیو اون یکی مجازات میکنه، بعد میریم سراغ. من عینک میزنم تو ویدیو. بزن چشامو نبینید، من آدم خیلی آرومیم. فکر نکنم بریم. میگه من آدم آرومیم. آقا بریم. بازی نکن با روحیم. بله کن نگه. رید آجی. الو دست واسه داره میره. نه من دارم میزنم پلیشه. بابا پلی نزن، منم. خب بزن یکی برسه که دادم دلمو به یکی دادم از خونه داره عشقی نمین یه باره مثل اون کسی نداره سفرهای دوتایی یه دونه باش خدایی حرف زدناش قشنگه با اشتی نمی جنگه همیشه صاف و یه رنگه. آقا اشغال با دور تنده پنکه عشق کنید. ای مادر تو گاه یک نکن دیگه بابا لعنت بهت نمیشد. یا واسه قرون فرستاس من پاره شدم از خنده. بزن بعدی. هاشی من کلا خندم، من میبازم اینو. اشکال نداره، من مجازاتت میکنم. مرسی داداش. الله داداش. ایول بله کن. ای مادر تو گاه تو دوباره خندیدی. دو یک داداش ویدیو تکراری که نمیشه. بزن دیگه. لول یک چیه؟ من پدرم. بابا نمیبینم یا دنبالم میانه تو رو خدا بس. اینم همینطور. آزی منو تو میبینم. PKM General شد؟ خفه شو فقط. چون این زمینا که میبینید همش واسه یه دونه دیگه، یه دونه ریدی. نه تموم شد. خندیدی کل ویدیو داداش، کل ویدیو رو بخندی. آقا اصلا تموم. بابا بعدش یه ویدیو دیگه اومد، اصلا تموم نداری. ای بابا 3-1 میشه هر ویدیو استاپ کنی؟ نه آقا من نمیتونم، حواسم از ویدیو پرت میشه. باشه آقا 3-1 بزنم. آره بزن. بزرگ من این زمینا رو با یه دب به مستاق نمیزد، من الان با پورشه اینجا بودم. خواستم یه سوال از بابا بزرگم بپرسم. ایوه چقدر بیمزه بود. باحال بود آجی. چی شده؟ چه سمی بود.
اینو میشه صبح کنی؟ خفه شو. بشترم پایین شده قصب کن. چی شده؟ بله کن درد داری؟ آره کسه نرد داداش نگو آره به جاذبه اعتقاد داری پای تخمتو بذار رو دیوار برو بالا دیگه این کیر بازیه. چی شد؟ نمیدونم. بزن یه بار دیگه از اول. کدوم؟ همون قبلیه رو فهمیدم چی شد. این؟ بزن آره پلی کن. داداش نگو آره به جاذبه اعتقاد داری پای تخمتو بذار رو دیوار برو بالا دیگه این کیر بازیه. قوی. پارساس. چیه؟ پارسا. Excuse me, what the actual fuck are you doing in my house? خاک تو سرت. یه بار دیگه ببینم. عجب خری. بزنم خندی 4-1 ریدی. بزن Vai comparema. Vai. Vai, questo è gol, questo è gol. Gol! Sì. I brought this portrait of Kim Jong-un. And if I did him چه سمایی انا چی؟ سیسو آجی دیدی؟ آجی چی شد؟ آجی خوردش؟ That's my sister. یه دقیقه صبح کن. من باید یه ذره خب بله بریم یس آقای رانگو این پنکه رو میبینی آقای رانگو این پنکه تو من مادر تو خندیدی اول. آره من خندیدم. بابا قبلیه چی بود ناموسن؟ قبلیه کدوم بود؟ بابا من سر این خندیدم. وایسا سر این خندم گره. خب پلی کن. 2-4 آقای رنگو ناراحته. خیلی ناراحت. ایول لایک کنی راست میگی. دل میبرم از هر کسی من میتونیم اون هیچ کسی نمیرسه به من حسفری همون اسفری اسم منه گلپری. سیسو فقط میخوام تو ویدیو ببینی من دارم چیکار میکنم. سمی این سمونه لورا دهنت سرویس خفه شو. خندیدی خاک تو سر حرف خودت خندیدی خاک تو سرت کنن. چی شد؟ آجی اون یارو اصلا من فقط دقت نکردم. آره دیگه داره چیزی 5-2 خاک تو سر. چقدر از ویدیو مونده؟ 3 دقیقه باختی دادش. آماده باش بریم. آخ برو بریم. مرد والتر کیو اکوسا دالک والتر مایکل این یعنی چی؟ یعنی دوست دارم والتر. آره درسته. Green or توی رقص شاپرک زیر بارون. وای Estoy cansado, jefe.
Cansado de tanto viajar solo como un gorrión en la lluvia. گوشی مرد. اون که بهم داد مشتر رو گاییدم، اون که آرزومو کشتر رو گاییدم، اون که گفت توی کف و شینونم همین کف توی چونش، اون که گرفتم چشمامو گاییدم با مبستم و گاییدم دیگه دارد بی بگاهیه کل اسم و گاییدم. ایول اینو من دیدم سلامتی اقام خسر هایجان چه با حسم گفت سلامتی بخندن چلی تو داری میمیری چرا؟ من دیده بودم هر حال دارم پارلو شده بخنده. من نمیخوام مجازات شم. امروز آوردم کارگاه. اون دستش خورد به یکی از وسایل و انداختش زمین رو شکست. بعدم گفت بندازش بره. اما برای مسخره بازی اونو 50,000 تومان توی دیوار آگهی کردم. شانسی یه نفر خواست بخرش. بعد از کلی چونه دادم 25 تومان دادمش رفت. فردا عروسی مامانمه، داره با دوست پسرم ازدواج میکنه. منم گفتم یه کاری کنم که چش همه در بیاد. مرسی از موجکار عزیزم. داداش یه رسول کن. یکم دارک شد. خیلی دارک شد. بعد موجه کار عزیز شد دیدی؟ اصلا موجه ای نداشتیم بنده خدا. آره بریم. این چه سمیه؟ داری میمیری چرا؟ جان دنبال آدم خوشگل میگردی؟ آره میخوای چیکار کنی؟ میخوام باهاش بگو مرسی دست در نکنه. بعد از شما عزیزم معلوم از قیافت خودت هم خوشگل. آقا ویدیو تموم شد. وای حاجی وای چقدر خندیدم. حرفی سخنی. حست از این که باختی چیه؟ احساس خاصی ندارم. حالا چه مجازاتی؟ میدونم که کاظم جون مهربونه و نمیخواد منو مجازات کنه. عمرن ببین اول ویدیو گفتم نه به مجازات. کاظم اینجا نگاه کن. ببین مجازات چی شد؟ بوست کردم. خراب میکنه کارو. بذار یه چیز آسون بهت بگم. تو همین ویدیو باید انجام بدی. مجازات نی. آره بگم. بگو. بندری بلدی برقصی؟ داداش خوراکم اصلا. پاشو برقص. محمد بندری صدام میکنن. پاشو برقص. خب یه آهنگ میشارم پلی کنی؟ چه آهنگی؟ یه دقیقه وایسا. داداش من وایسم خودم معلوم نمیشم فقط. چه آهنگی واسط پلی کنم؟ میارم بالا. آقا شما برقص. من موزیکو میذارم. بندریش کنم؟ فقط برقص. هر جوری میخوای فقط همینجوری الکی. ببین باید 20 ثانیه برقصی. اشمار دارم میرقصم. تو دلم میشورم که قاسم ولی ویدئوی بعدی هم وجود داره عمویی. داری میرقصی؟ هست دیگه. آره تموم شد. آقا رقص جذاب شما رو خواهم دید. بعدی سعی کن نخندی و ببین من مجازات خیلی آسونی بهت گفتم. میتونستم آب یخه رو بگم. من آدم با رحمی نیستم. ببین خدا نکنه یه بار دیگه تو ببازی بهت میگم کی با رحمه کی نیست. باشه میبینیم والا. آقا به نظرم دیگه باید با بچه ها خداحافظی کنیم. تو اصلا سوراخی. منظورم اینه که چیز وایسا بذار توضیح میدم. منظورم اینه که خندیدن سوراخه. نه خندیدن سوراخه. تو اصلا ویدیوهاش فان نبود. خب من
اینم از این ویدیو تراینوتولف زنجالی اصلا خنده نبود. زمین حرفش پاره میشه. میبینم حالا ویدیو رو میبینم. ببین ویدیو رو. من ویدیو رو ببینم فکر کنم 5 میشه 10 مثلا. یه جا مثلا رفته زیر میز. نه این کارا من نمیکنم پسر خوب. آقا دفعه بعد باید با خفن بیایم. با چی بیایم؟ یه ویدیو خفن. اگه دوست دارید پارت 2 سعی کن نخندیونی پایین بنویسید. محمد کامنت کش تو کامنت ها. بلش کن. نه دیگه. آره دیگه بد شد. آقا بریم ویدیو خوبی بود. اصلا لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوی بعدی خداحافظ.